من و تو میتونیم دوستانی داشته باشیم که ندیدیمشون و دعای خیرشون مال من و شما باشه. شما نیت خیر بکنید، این انرژی درمانه. قصد خیر به برادرت بکن، همین معنویت تو اونو درمان میکنه. آیا شده که بعضی موقع احساس شادابی بکنید؟ مطمئن باش که یک نفر داره ذکر خیرت میکنه یا دعای خیرت میکنه، خود به خود شاد میشید، خود به خود احساس نشاط برای کار خیر میکنید. قطعا یقین بدان که یه نفر عزیزی، دوستی، دلسوزی داره ذکر خیرت میکنه، این امواج معنوی ذکر خیر او یا دعای خیر او همینجور به بدنت میخوره، روح نوازه، روح بخشه. بعضی موقع هم خود به خود تنبل میشید، سست میشید، دستت به هیچ کاری بند نمیشه، اصلا اون روز گره میخوره. میدونی علتش چیه؟ به ظاهر قضیه هم مشکلی نداشتید ولی یک گناه ناخواسته کردید یا ناخواسته کسی رو اذیت کردید بدون که احساس بکنید. نفرین اون امواجی است که میاد چه روحیه این تو رو تخریب میکنه. ارتباط بین ارواح وجود داره، علاقه بین ارواح وجود داره. وقتی ما مثل هم فکر کنیم، مثل هم تصمیم بگیریم، مثل هم نیت خیر بکنیم، برای هم دیگه دعای خیر بکنیم، یک سال اینو آزمایش بکنید، باور بکنید یک حالت شادابی. الان شما بعضی موقع برای نماز 5 وقتمون 2 رکعت هم بیشتر نیست، 4 رکعت بیشتر نیست، چقدر احساس سنگینی میکنیم. الان یک جز قرآن خوانده میشه، فکر میکنید که یک 2 رکعت نماز سنت عادی که سوره های کوچک بخونید چقدر روح. الان چون این جمعی که آمدن همه نسبت به همدیگه قصد خیر دارن، همه به همدیگه تو دلشون محبت دارن، همه میخوان احترام هم بکنن. ما میتونیم همدیگه رو انرژی درمانی بکنیم، به همدیگه روحیه بدیم.